امروز هم همین مردم میگه مصلحت است. افغانستان بسیار بیرون شده، همین جامعه جهانی نباشه افغانستان آباد نمیشه. ما هیچ به جامعه جهانی ضرورت نداریم، نمیخوایم بلدینگی که با قشت پخته جور شده، نمیخوایم او بالا خانگه که مورایی پخسایی که یا خشت خام زده بودیم اون برای ما خوب است. یک قدر لذت داشت که پرسان نکو. تیر از این میگه پایشون دلار آمد ما را تباه و برباد کرد، از دین ناشنا کرد ما را، از غیرت ناشنا کرد، از دوست و از مسلمانی ما را مکمل بیگانه ساخته ای، در بدر خاک بسر کرد. وقتی که علی برشان میگه که چرا قطع از قدر جفت و شفت استی، میگه که ما میترسیم کدام حادثه نبیه بان که یک رابطه قطعش داشته باشیم. خوب الله چی میفرمه؟ فعسى الله یأتی بالفتح، وعده قریب است ان شاء الله، نزدیک است که الله متعالی یأتی آمدن بکنه بالفتح، بفتح نصیب مسلمانا شوه، او امر من عندی، یا یک کدام فیصله از جانب الله متعال که نفاق همین مردم آشکارا شوه و این مردم رسوا شوه، فیصبحوا پس بگردن علی ما اسروا، به آن چیزی که یا پوشیده بودن، کدام خیالاتی که در سر می پرورانیدن، می گفتن که مسلمان ها کامیاب نمیشه بلکه کفار کامیاب میشه، این را در دل خود پنهان کرده بود. ما اسروا آن چیزی را که پنهان کرده بودن، فی انفسهم در نفسای خود، نادمین پشیمان که وای 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 ما خو می گفتیم که مسلمان ها کامیاب نمیشه، کامیاب شد. یک فیصبح میگه بگردن علاما به اون نفاقی که اثر و پنهان کرده بودن، فی انفسهم در دلای خود، نادمین پشیمان که آلی رازیشان برای مسلمان ها مفشا شد، نه از او طرف شد نه از این طرف. آلی دیگه چیست؟ مسلمان ها یارا تهدید کرده رئیس. و یقول الذین آمنوا، میگویا کسانی که ایمان آورده، وقتی که نفاق ازوا در وقت فتح مسلمان ها ظاهر شد، معلوم شد، خلاف خیال ازوا غلبه برای مسلمان ثابت شد، آلی دیگه مسلمان ها گفتن اهؤلاء الذین، ایخوامو مردم هست، اقسموا بالله که قسم یاد میکردن به نام الله، زبانای چرب داشتن خدا، بسیار دلسوز دین و اسلام معرفی کرده بودن، جهد ایمانهم به مبالغه قسم خوردن، که از او که در بالا قسم نیست قسم میخوردن. انهم لمعکم، میگفتن که یا خدا معرفی میکردن لمعکم که امرای شماستیم، یا خمو مردم است. الله اکبر. آلی چیزی دیگه ثابت شد، او جا میگفت ما امرای شماستیم. اینه اصل تاوان این مردم کرد با مو ایمان ظاهری که یک کمی قدر و قیمت پیش مسلمان ها داشت، امو هم از بین رفت. چرا؟ رازشان افشا شد. حبطت اعمالهم، باطل شد عملای از یا مکمل برباد شد. یکی کفرشان واضح شد، عملی که به نام اسلام انجام میدادن او هم از بین رفت. یک مانو حبطت، تمام محنت و زحمتشان اعمالهم، برباد شد عملایشان، چیزی زحمت و خواری که کشیده بود مکمل از بین رفت. چرا؟ چهره نفاقشان برملا شد. فاصبحوا خاسرین، گشتن تاوانی. چرا که کل عمر خود نعوذ بالله دینمی نفاق و شقاق تیر کرده بود، فکر میکرد که مسلمان ها کامیاب نمیشه، از همون خاطر رشته خود قتل کفار دائم نگاه کرده بود و اینطور فکر میکرد که مسلمان ها کم زور است، کم است، یک روز یا شکست میخوره. یا ایها الذین آمنوا، بله، حالا اگر کسی دوستی میکنه، الله متعال میفرماید دوستی با کفار ارتداد است. شما دین الله ضرر رسانده نمیتونه، این حکم الله برای نفع خودتان است، وگرنه الله از دین خود به هر نوع حفاظت کرده میتونه. خو الله میگه که شما بی عزت نشوی، در روز قیامت به نام مسلمان برخیزی، لیکن چیست؟ امرای یهود و نصارا حشر شوی، امرای ازوا باشی. این بسیار سخت است. چقدر بد است که میای در مسجد تکبیر اولا میگی، لیکن موالاتت با یهود و نصارا است، در روز قیامت قطع ازوا حشر شوی. این بسیار سخت است، سخت شرمندگی است. یعنی قوم خودش برش بگه که کیستی تو، چی میکردی؟ همون خود دلسوز دین معرفی میکردی، لیکن تمام روز جاسوسی مسلمانان را بر ازوا کرده بودی. چی میگه الله تعالی؟ یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده، من یرتد منکم، کسی که باز میگرده از شما، عن دینی، از دین خود، کسی که دین خود ترک میگه پس میگرده از دین خود، هیچ نوع ضرری به اسلام رسانده نمیتونه. چرا؟ فسوف یأتی الله، زود است که بیای الله برای خدمت دین خود، بیاره الله متعال به قوم، به طور قوم یحبهم، که الله او را دوست داشته باشه، و یحبونه و الله را دوست داشته باشه،
ازلت علی المؤمنین که نرم دل و رحم کننده بالای مؤمنا باشه، عزت تیز زبردست و سخت علی الکافرین بالای کفار باشه، یجاهدون فی سبیل الله که جهاد در راه الله میکنه، ولا یخافون لومة لائم نمی ترس از ملامت کننده. ذالک فضل الله صفاتی که ذکر شد برای کسی احسان الله سیوتی که میده تر صفات من یشا کسی را که الله بخواه. والله واسع علیم، الله واسع است مغفرتش، علیم میدانه که کی مستحق مغفرت است، بالکل برش مغفرت میکنه. یا آیت اگرچه بعضی مفسرین در مورد زمان ارتداد اشاره میکنه، زمان ابی بکر رضی الله عنه و امرایش، لیکن مصداق قضیه عام است، کلی در هر زمان مردمی که به این صفتا دارنده است کلگی را شامل میشه. لیکن اولین مصداقش زمان ابو بکر رضی الله عنه است. پیامبر علیه السلام که وفات کرد، مسیلمه کذاب ده چیسته یمامه چی کرد؟ ظهور کرد، بلکه این پیغمبر علیه السلام وفات نشده بود که دعوای پیغمبری را به امر پیغمبر علیه السلام یک جا کرده بود. اسود عنسی او در چیسته در دیگه جای همینطور گپا را چی کرد. طلحه ابن خویلد که باز الله ایمان نصیبش کرده و هم سر کشید. بعد از وفات پیامبر علیه السلام در 7 قبیله اینمی قسم فتنه ارتداد شروع شد. الله متعال که برای دین خود مردم انتخاب میکنه جدا موضوع است. کدام موقفی که ابوبکر رضی الله عنه اینمی مقطع زمانی گرفته بسیار عجیب است، بسیار نایاب است. علی رضی الله عنه خود میفرماید که ابوبکر رضی الله عنه بود که این فتنه را دفع کرد، وگرنه الله انتخاب کرده بود، وگرنه این فتنه ها دفع نمیشد. عایشه رضی الله عنها مادر مومنان میگه پدرم در اینطور یک سختی و حالت قرار گرفت که کومی بود ریزه میشد. از یک طرف وفات پیامبر صلی الله علیه وسلم، در اون مجمعه که همیشه دل صحابه همیشه زنده بود با دیدار پیامبر صلی الله علیه وسلم، او را از دست داده بودند. و محبتی که صحابه با پیامبر داشت او بسیار عجیب محبت بود، بسیار عجیب محبت بود. با یک آوازه شنیدن پیامبر سراسیمه شد صحابه در جنگ احد. رای کور گرفته بود، بیخی جواز تفکیک نمیدانست، آواز باخته شده بود، آواز باخته. چرا؟ از فرط محبتی که با رسول الله صلی الله علیه وسلم داشت صحابه. چرا یک صحابی نمیاد برای پیغمبر علیه السلام نمیگه که یا رسول الله ما غم در دلم است؟ کدام غم است؟ گفت من که خانه میرم چند دقیقه که میشنم عمره اولادایم بازم چهره مبارکی تو در ذهنم میاد، تا که پس نبیم تو را نبینم دلم قرار نمیگیره. اگر از این دنیا رحلت بکنیم مرتبه تو در کجاست و من در کجا، دیدار نمیشه، چه قسم شود؟ پیغمبر علیه السلام برش میگه مرا کمک بکو به چی؟ عبادت کردن. این دیدار به تو هم المرء مع من احب برش گفت. شخص امرای کسی است که خطش محبت داره. از محبت پیامبر وقتی که از صحابه ما گپ میزنیم واقعات صحابه را ببینی، بعد از اون معلومات میشه که خطی پیغمبر چی محبت داشت، چی قسم محبت داشت. محبت ابوبکر در کدام مرتبه بود؟ از یک طرف فقدانی که بگه چراغ رسالت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، از طرف دیگه یک دم فتنه ها هجوم بکنه. فتنه داخلی. فتنه داخلی خیلی سخت است. مسلمان ها در اون موقع آنقدر نیاز به آرامش داخل داشتن که هیچ پرسان نکو. چرا؟ دو ابرقدرت روم و فارس در دو جانب خطه مسلمان ها یا حکومت مسلمان ها قرار داشت و هر لحظه امکان ازیر می برد که یا حمله بکنه. چرا که اردو احساس میکردن که دشمن قوی برای ما اسلام جور شده. از او خاطر این طور فتنه ها بسیار سخت تاثیر منفی بالای مورال صحابه، نظریات صحابه، حرکات صحابه داشت. و عجیب گپ خویی بود که وقتی ابوبکر رضی الله عنه الله برش همت و حوصله داده بود، قدر حوصله من در این موقعی که هیچ پرسان نکن. وقتی خطبه را ایراد کرد ابوبکر رضی الله چطور خطبه را ایراد کرد؟ گفت بالله قسم که کسی برای پیامبر یک چیز میپرداخت و از من منع بکنه من قطع جهاد اعلان میکنم و یک قوم بشنوه که اگر یکی تان قطعه استاد نشوی ابوبکر قطع یک مرکبی خود قطع مردم میزنه.
برآمد ابو بکر رضی الله عنه اسب خود آورد سرش سوار شد. صحابه دویدن محکم گرفتن که ما تو را اعلان نمی‌کنیم. دمو جای به جای لشکرها جور شد. یک لشکر خالد ابن ولید طرف مسیلمه کذاب، باز بعد از اون طرف طلحه ابن خویلد هم رفته. حاکم یمن دا پشت اسود عنسی دو فرمان داد. گروپا تقسیم شدن. این فتنه بزرگترین فتنه بود. اگر زودترین وقت این جلو دروازش بند نمیشد، جلوگیری نمیشد، شما میدیدی که حالتا در کدام سرحد میرسید. اما می ابو بکر رضی الله عنه بود که بسیار به حوصله مندی و شهامت استاد شد، استادگی کرد، گفت من جنگ میکنم، جهاد میکنم. صحابه میفرمه، خود عمر رضی الله عنه میگه که من میگفتم که چرا کیف تقاتل من قال لا اله الا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. واخو لا اله الا الله را میگه چرا قتل جنگ میکنی؟ حدیث پیامبر است. گفت قلب من انشراح نکرده بود، باز نشده بود به این گپ. از او خاطر عملی ابو بکر رضی الله عنه خطا میدانستم، وقتش مناقشه داشتم که چطور جنگ میکنی. تا کی گفت ابو بکر مرا گفت که نه، یک گردن بندی شطور اگر کسی در زمان پیامبر من حیث زکات میداد امروز مانع میشه، ماندنیش نیستم. وقتی پس دور خوردم قلب من میلا شد، فهمیدم که سخن ابو بکر رضی الله عنه بجاست و بر حق است. پس از دیگه همت کردم. دونمو موقع است. اول مصداقی آیت ابو بکر رضی الله عنه و همراهایش قرار داره. صفاتایی که در این آیت ذکر میشه واقعا صفاتای لشکر ابی بکر رضی الله عنه است. کدام است؟ اول خو الله بیان کرد یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم، کسانی که ایمان آورده کسی که مرتد میشه شما فکر نکنید که دین رفت تباه شده از بین رفت. نه 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 نه، به دین الله اجنه و ضرر رساندن نمیتونه. چرا؟ فسوف یاتی الله زود است که بیاره الله متعال برای خدمت دین، برای حفاظت دین خود، به قومین به طور یک قومی که یحبهم الله قطع از دوستی داره و یحبونه یا قطع الله دوستی داره. دوستی با الله خود اختیار آدم است. آدم قطع الله دوستی کنه، عبادت کو، آن چیزی که موجب رضایت الله سور انجام بده. لیکن دوستی که الله قطع تو دوستی کنه این اختیار آدم است نیست. چطور الله قطع تو دوستی کنه؟ بله، خود دوستی در اختیار نیست، اسباب دوستی کردن الله در اختیار خود انسان است. کدام چیزی که سبب دوستی الله امرای تو بشه او در اختیار توست. کدام است؟ قرآن کریم برای ما نمیگه؟ چی میگه؟ الله متعال میگه به پیغمبری خود که بگو اعلان که برای مردم چی بگوید؟ اتبعونی، تابعداری مرا بکنید. یک نقطه، اتبعونی، فقط تابعداری پیامبر سبب محبت الله است با امرای تو. چرا؟ به خاطری که پیغمبر علیه السلام الله میفرمه قل ان کنتم تحبون الله، بگو اگر شما محبت با امرای الله داری فاتبعونی، تابعداری مرا بکنید، دوام داری که خطی الله محبت داریم، روش نقش و قدم مرا محکم بگیره. یحببکم الله، الله قطع شما محبت میکنه. خودی محبت الله در اختیار شما نیست، سبب محبت الله در اختیار شماست. کدام است؟ در نقش و قدم پیغمبر روان شده. نقش و قدم پیغمبر صلی الله علیه وسلم محکم گرفتن. نقش و قدم چطور روان میشه آدم؟ فقط ببین دیگه که پیغمبر چی کرده. یک ذره این طرف و طرف نکنی، یک ذره این کار کرده بکنم، ترک کرده، اینی وقت کرده میکنم، اینی وقت نکرده نمیکنم. بس اینی را میگه مکمل تابعداری سنت رسول الله. این مکمل تابعداری نمیشه که دعا را پیغمبر کرده باز یک چند کلمات تو از جان خود اضافه میکنی. این دعای پیغمبر اینقدر قدر بی قیمت بود که تو الفاظ خود قطعش یک جای میکنی. ها؟ او وزن نداشت. یک عمل عبادت پیغمبر علیه السلام کرده به یک کیفیت، تو یک چند کیفیت دیگر اضافه میکنی. پیغمبر زنا را فرق نکرد، گفت صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز بخوانید مثل که من نماز خوانده. اونجا زنان بود مردان بود، مشخص نکرد که زنا شما سجده را اینطور کنی، رکوع را اینطور کنی. تو حالی پیدا میشی که برای زنان مناسب است. عقل ما میگه. کدام عقل ما؟ هر قدر که استر باشه، چی مانا؟ با پرده باشه زنا، همون قدر برش خوب است. با پرده وقتی میشه که زن
مثل مرد واری سجده نکنه، خپک خدا پرت. این تابعداری مکملی پیغمبر نمیشه. پیغمبر فرق نکده، تو میگی فرق. پیغمبر منع کرده در عبادات الله شکل حیوانات باید اختیار نشود. از تذبیح حمار منع کرده که سر پایین باشه در رکوع میری. از نول زدن ماکیان منع کرده که زود زود سجده میکنی. از بروک ابل که اول زانوها را بعد زود دستا را پایین میکنی منع کرده پیغمبر. از گستراندن چی؟ آرنجا مثل سگواری منع کرده. هر در عبادت الله هر چیزی که شکل حرکت یک حیوان دیش میاد از او منع کرده پیغمبر صلی الله علیه وسلم. خیر چطور شده میتونه که پیغمبر منع میکنه او تو زن میگی که نه از حیوانات کدام تو خیلی زیاد خدا دیگه پخش کن؟ چطور شده میتونه؟ اینجا تابعداری معلوم میشه کی تابع پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. از خود بدعت‌ها را بکش و مردم خوب معرفی بکو کی ثواب داره. در دعای آذان اضافه، در اللهم انت السلام کلمات اضافه، در جای درود پیغمبر که اللهم صل است درود تا جا خوانده برو. در جای اذکاری که از خود پیغمبر نقل شده هفته هیکل دیگه شروع کن. هفته هیکل در کجا هستی؟ هیکلا در کجاست؟ قفلا در کجاست؟ ها؟ دعای گنج العرش است. گنج العرش کدام دعاست؟ در کجا آمده؟ در کدام حدیث؟ درود اکبر است. شمایل نامه است، نور نامه است. واهیات دیش است. نور نامه را خوانده؟ نور نامه را ها؟ که الله نوری پیغمبر را پیدا کرد به شکل یک طاووس واری بود. باز دو دمت چون در بحری رفت که همینطور آب بازی کرد که پس برآمد که خدا شور داد که قطره ها باد شد، یک قطره جبریل پیدا شد، دیگش میکائیل، دیگش. از شما سوال بکنم ملائک پیش پیدا شده یعنی که آدم علیه السلام؟ ها؟ آدم علیه السلام پیدا نشده بود الله مشوره طلب استفسار کرد از ملائک. ببینی واهیاتی دروغ آره، این غلطی آره، نعوذ بالله. بنام هفته هیکل است، تالی را در خانه محکم است. من که میگم که علما مسئولیت داره، شما بگی مسئولیت داره. آن چیزی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت آمده او را به مردم پیش نکرد. شبای زمستان آرامی بود، کار روزگار نبود، مردم در خانه دیگه میرفت، دو سه خانه در یک خانه میرفت. باز چی را میخواندن خبردار؟ در پنجشیر خو مثنوی را میخوانه، اترش عاشقیش است که پرسان نکن. او در دیگه جا الکی عبدالغزای امیر حمزه صاحب است. در پشتوانای ما جنگنامه حضرت علی صاحب است. الله کلارت این تا 12 بجه را خواندن. گریانا بود که پرسان نکدمی که سری صحابی بسیار روزی بد تیر شد. دروغا کلش دروغ واهیا. در یک جنگنامه خواندم که امیر حمزه صاحب که گرفت که می درختا را میکشید از همین شاخ که میگرفت درختا باز میزد قطعی درختا مردم ها. حمزه مسلم ها و انسان بود، نه درخت کشیده میتونید. یک غیرت تو شهامت داشتن مقابله را. عجیب است. این را خوشی میکنی یک جا خوجه غار میگه در منطقه ما خوجه غار. تنبنه است کوست دو طرفه جری سیل است نه آمده باز اینطور کلان کوسته خیلی یک کلان قاده آمده در بین دو همین تنبنه بند است. یعنی تا حالی هم شاید یک تعداد مردم همین عقیده را داشته باشه. یک کور میانکو میگیم در ما بین دو درخت قرار داره. گفت کفار ایره قطی پلخمان ایره علی را دانه را زده. باز اونجا در زیر تنبنه اینطور جای سر هم است. گفت وقتی که ایره وار کرد قطی پلخمان کو کی آمد الله امر کرد این کوره که خدا شفت کو او کو او سنگ بند شد. سایکو که علی را داره تو سر کرده اینا سایکو جای سرش است. او که آب از بالا خورده او زده شد. عجیب واهیات است. شما چی تصور داری که علی را داره چی رقم یک شخص است؟ دلدل چی را میگه؟ نام یک اسب است، این نمی اسب یادی است. لیکن آلی که در قاده بری که سم به اسب یک نقش است میگه از کیست؟ دلدله. در افغانستان خوجه غار است، بگه شای مردان است، بگه دیگه شادلی چی میگه؟ دیگهش پایگاه سخی. پایگاه سخی است. هر جای میری گذری کی شده؟ سخی صاحب شده. علی را پای هم در افغانستان نمانده بید. لیکن مردم اینقدر گذر جور کرده که پرسان نکن. این واقعیات بود. دین نبود واقعیت براتون میگم.
مردم خب عقیده صاف داشت اما حقیقت دین وجود نداشت. خب دل پاک داشتن. خب دادمیه در خانه ما یک وفاتنامه جنگنامه هم بود، او را میخواندم، خورد بودم، وفاتنامه را میخواندم، وفاتنامه را وی که پیغمبر علیه السلام که وفات کرد گریانا بود که پرسان نکن. اوی طور چیزا در او وفاتنامه بود که هیچ من نه در حدیث دیدم نه در قرآن هیچ چیز ندیدم. الله رحم بکنه. گپ در کجا آمد؟ ابوبکر رضی الله عنه کدام مردمی خطش است الله صفاتش بیان میکنه. اگر کسی ادعا داره که من امرای الله محبت میکنم بجز از تابعداری پیامبر محبت الله نصیب انسان نمیشه. حالی دیگه ما چی کنیم؟ یعنی که بریم رای کی را تعقیب کنیم؟ بگوی امام شافعی رحمه الله یا احمد بن حنبل؟ شما بگوی رای رسول الله صلی الله علیه وسلم. اگر کسی اعتراض بکنه که رای ازواق هم خلاف رای رسول الله نبود، خیر رسول الله 4 را داشت یا 1 را؟ چند را داشت؟ حتما تو حنفی امام ابو حنیفه رحمه الله رای رسول الله بگو، شافعی از امام شافعی صاحب، حنبلی از امام احمد بن حنبل، مالکی از امام مالک رحمت الله علیهم. کدامش بگیریم خیر؟ این حالی شما بگو. نه بیا رای پیامبر بگیریم. این رای پیامبر اگر در مذهب حنفی بود او را میگیریم، اگر در امام در مذهب شافعی بود او را میگیریم، اگر در مذهب مالکی بود او را میگیریم، اگر در حنبلی بود او را میگیریم. خلاص رای کی را؟ والله ما را میگه که بجز از این هیچ رای کامیابی نداره. خلاص خب محبت اتر قوم الله بیاره یحبهم که الله یا را دوست داره و یحبونه یا الله را دوست داره. بله لشکری که با ابوبکر رضی الله عنه بود امیر رقم لشکر بود. اذلت علی المؤمنین که خیلی نرم هستند بالای مؤمنا، امرای مؤمنا روش و اخلاق خیلی نرم. تو میگی قدر عاجز است که توانمندی بغل چی پشتگیری را نداره. صفت مؤمن امیر رقم میباشه. خدا متواضع از هر کس که در خدا پایین فکر میکنه. الله اکبر. کاش کی صفت نما موجود شود. اعزت علی الکافرین خیلی تیز زبردست علی الکافرین در مقابل کفار. شیر وارث شیر رعب داره سری کفار. یجاهدون فی سبیل الله ما وارد نیست. و صفتایی که الله برش بیان میکنه چی است؟ یجاهدون مسلسل جهاد میکنه فی سبیل الله در راه الله متعال، در راه الله مجاهده میکنه، کوشش میکنه، جهاد میکنه، سنگر نگاه میکنه. ولا یخافون لومة لائم، نمیترسه لومة لائم از ملامت کننده. ملامت کننده دو چیز مانع جهاد انسان میباشه. وقتی که تو خدمت به دین میکنی دو مانع موجود داری. یک مانع زور و قوت دشمن که خیلی او را سری خود غالب میدانی، میترسی، حراس داری، دیگه از او خاطر جهاد هیچ قدمی تا بالا نمیکنی، بزدل میشی. خلاص. دوم چیز که مانع جهاد انسان است ملامت کننده. چیست؟ ملامت کردن ملامت کننده است. مردم ملامتت میکنه. چرا تو وی پدر و مادری تمان دی رفته یوجا، پدر و مادری تمان دی رفته یوجا، ملامتت میکنه. یک حتما ملامتی را برات بیمانه. ذالک فضل الله، احسان الله است. اگر صفات الله به کسی نصیب بکنه در تاریخ و زمان، مثل که در زمان ابی بکر رضی الله عنه برای او لشکر موجود بود، احسان الله سیوتی که مید الله متعال من کسی را یشا که الله بخواه. الله نصیب ما را بکنم برام بده. والله واسع علیم، الله فراخ از رحمتش، علیم میدانه که مستحق رحمت و مغفرت الله است. انما ولیکم الله و رسوله. دوستی را با یهود و نصارا چی میکنه؟ چی ضرورت به دوستی از این دارید؟ کسی که قابلیت دوستی کردن نداره بعد آدم با امرش دوستی کنه کیست؟ انما ولیکم، یقینا دوست شما الله است و رسول و پیغمبر الله والذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده. کدام مؤمنا؟ به نام تذکیری الذین مؤمنا یقیمون الصلاة، که نماز مکمل قائم میکنه، برابر میکنه، مطلق یادانه نماز طوری ادا میکنه که در او خشوع خضوع دیده میشه، تمام سنن مستحبات مکمل رعایت میکنه. امور رقم نماز میخونه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز خوانده.